ما واقعا به ماه سفر کردیم. یه چیزی این وسط درست نیست. ما 6 تا پرچم روی ماه نصب کردیم، درسته؟ 6 تا. ولی با این همه تلسکوپ‌های پیشرفته‌ای که داریم، هیچکس تا حالا حتی تصویر یه دونه‌شو بهمون نشون نداده. کهکشانایی که میلیون‌ها سال نوری با ما فاصله دارن و با کیفیت 4K می‌بینیم. ولی نمیتونیم روی ماهی که درست بالای سرمون زوم کنیم. ما کلی کاوشگر روی مریخ داریم. مریخی که از خورشید هم دورتره. ولی حتی یه دونه دوربین اسباب بازی هم روی ماه نیست. منطقیه نه؟ حالا بهونه‌ها اینجا شروع میشه. ناسا میگه ما تکنولوژی بازگشت به ماه رو از دست دادیم. میلیاردها دلار واسه سفر به ماه خرج شد، ولی دانشش یهو از بین رفت. به نظرت عجیب نیست؟ راستی نیمه تاریک ماه چی؟ نیمه‌ای که هیچ وقت نمیبینیمش. واقعا چی اونجا پنهان شده؟ پس شاید ما هیچ وقت به ماه نرفتیم، یا شاید چیزی که پیدا کردیم چیزی نبود که باید میدیدیم.